شولاباد بی تردید از بکرترین مناطق طبیعی ایران است. شاید دانستن این نکته برای ما جالب باشد که آبشار برنجه در شولاباد 13مین آبشار بلند فصلی جهان است. کوه برنجه در نزدیکی روستای پیر امام شولاباد قرار دارد. ارتفاع این کوه بیش از 2950 متر است. در ایام بهار جریان‌های فصلی از بلندای برنجه به قعر دامن سرریز می‌شوند و آبشاری زیبا شکل می‌دهند.